به نام خدا. سلام دوستان عزیز، بنده صادق موسوی هستم از مجموعه موسوی آکادمی. خیلی خوشحالم که با یه استراتژی آموزشی دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوام یه استراتژی بسیار ساده و بسیار کاربردی رو شما آموزش بدم. این استراتژی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو هستش. همونطوری که میدونید ایچیموکو یک اندیکاتوریه که حدود 40 سال طول کشیده که طراحیش کنن. من بعضا به دوستان میگم که به چشم یک اندیکاتور نگاش نکنید، چون یه سیستم معاملاتیه. یعنی اگر شما خود ایچیموکو رو به تنهایی به صورت کامل یاد بگیرید، هم نقطه ورود بهتون میده، هم نقطه خروج بهتون میده، هم مدیریت سرمایه میتونید انجام بدید باش. فوق العاده است اگه بتونید از ایچیموکو استفاده کنید. خب حالا ما یه سری سبک‌های آموزشی داریم، یه سری سبک‌های ترید داریم که هم توی چنل یوتیوب هم توی چنل تلگرام و اینستاگرام به صورت رایگان در اختیارتون گذاشتیم. از ایچیموکو هم الان یک استراتژی کوتاه به شما آموزش میدم که میتونید به اونا تطبیق کنید. خب ببینید الان روی چارت هستم، فقط کافیه شما اندیکاتور ایچیموکو رو از قسمت اندیکاتور پیدا کنید. من پاکش کنم اینجا. ایچیموکو رو پیدا میکنید، میفته روی چارت. من خودم تنظیماتش رو اینجوری انجام میدم واسه اینکه اصلا چشم اذیت نشه. میرم روی تنظیمات، اسپن ای و بی رو کلا برمیدارم، رنگا رو یک کم پررنگ‌تر میکنم، رنگ‌های ابرهای ایچیموکو رو یک کمی پررنگ‌تر میکنم. خب توی ایچیموکو همونطوری که میدونید تنکانسن داریم و کیجونسن و چیکو اسپن. ما چیکو اسپن که اینجا با لگینگ اسپن هستش و کاری باش نداریم، کلا حذفش میکنم. یعنی خط سبز رنگ رو توی تصویر میبینید، این کلا حذف میکنم. این خطوط هم یک کمی درشتر میکنم، یک کمی خطوط رو درشتر میکنم که مشخص بشه. اوکی میکنم. خب این استراتژی خیلی ساده است دوستان و خیلی کاربردیه. البته نکته مهمی که وجود داره، برای تاییدیه ورودهاتون استفاده کنید و به تنهایی استفاده نکنید. ببینید من قیمت رو اینجا چیز کنم، قیمت رو خب ببینید دوستان هایدش کنم قیمت رو. این شما این خط کیجونسن و تنکانسن چه عمل کردی دارن؟ اینو با هم دیگه دارن توی قیمت حرکت میکنن، با هم دارن توی قیمت حرکت میکنن. این استراتژی میگه زمانی که تنکانسن شما صعودی یا نزولی شد اما کیجونسن شما فلت شد، یعنی این داره صعودی میره، این یه فلت شده، میگه بازار بر میگرده اینجا رو پر میکنه بعد ادامه مسیر میده. یا حتی حالا بخواد بریزم میگه به هر حال اینجا رو پر میکنه. نمونه اینجا فلت شده، بازار صعودی بوده، فلت شده، تنکانسن صعودی بوده، بازار برگشته به این منطقه. همینجا اینجا فلت شده، اینجا نزولی بوده، بازار یه برگشت تا اینجا زده. حالا من قیمت هم نشونتون بدم، بریم جلوتر. نمونه اینجا تنکانسن ما صعودیه، کیجونسن ما فلت شده. من انتظار دارم بازار اگه بخواد ادامه مسیر صعودی هم بده یه برگشت به اینجا بزنه. حالا تو همین مثال چون توجه کنید این کندل ما یک کندل FVG هستش، من انتظار دارم که بازار برگرده این FVG رو پر کنه. حالا اینم توی ایچیموکو میبینم، مزید بر علت میشه. با توجه به استراتژی خودم و این المانی که الان بهش اضافه کردم، من میدونم بازار زمانی که به این محدوده برگشت میتونم وارد معامله بای بشم یا توی این منطقه میتونم وارد معامله سل بشم. یه نمونه دیگه خیلی هم اتفاق میفته. اینجا کیجو فلت، تنکانسن صعودی شد، بازار اینجا برگشته بشه. خیلی هم اتفاق. الان من رو تایم 5 دقیقه اینجا فلت شده، بازار ریزشی بوده، اینجا برگشته بهش. اینجا کیجو ما فلت بوده، تنکانسنمون صعودی بوده، بازار برگشته بهش. اینجا کیجو فلت بوده، تنکانسن نزولی بوده، بازار جلوتر برگشته بهش. یعنی از هر 100 بار واقعا 90 به بالا این اتفاق میفته.
90 به بالا اتفاق میفته. مثلا همینجا رو ببینید، اینجا توی این منطقه تا این کندل اینجا فلت شده، اینجا نزولی شده، توی 3-4 کندل جلوتر بهش خورده، بعد ادامه ریزش داده. یعنی حتی شما اینو ببینید، شما تحلیل کلیتون اینه که نزولیه بازار، اینو دیدید میتونید این دیدگاه رو داشته باشید که بازار یه بار دیگه اجازه ورود به شما میده توی این منطقه که بخواید یه معامله سل قوی بگیرید. نمونه هاش اینجا مثلا شما ببینید چند تا فلت پشت سر هم اینجا ایجاد شده و بازار و تنکانسن نزولی بوده و بازار هم نزولی بوده. بازار برگشت زده، اندازه یه شادو هم شده اومده پرش کرده اینجا، اندازه یه شادو هم شده تا اینجا اومده و نمونه های بسیار زیادی اینجوری وجود داره. در مورد تایم فریمش اصلا فرق نداره چه تایم فریمی باشه، اصلا فرق نداره. یعنی اون 5 دقیقه بود میارم روی 4 ساعته، اوکی میارم روی 4 ساعته. پیدا کنم واسهتون. اینجا فلت بوده که جو تنکانسن ما سعودی بوده توی منطقه، بازار جلوتر اومده خورده بهش، اندازه یه شادو هم شده اومده خورده بهش. الان تایم 4 ساعته دارم بررسی میکنم، قبل روی 5 دقیقه بود، الان روی تایم 4 ساعته دارم بررسی میکنم. میخوام بهتون بگم که اصلا روی چیزش، روی تایم فریمش حساس نباشید. معمولا تا جایی که من دیدم روی همه ارزا جواب میده و همه تایم فریم‌ها. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما شما اینو به عنوان یه المان ورود در نظر بگیرید، نه به تنهایی واسش ورود بزنید. منظورم چیه؟ فرضاً شما فرض میگیرید بازار زمانی که به این منطقه رسید، کی جونسن اینجا فلت شده، از اینجا داره فلت میشه، تنکانسن داره میره بالا. خب شما این کیجو رو دارید میبینید که اینجا فلت شده، به یک مقاومت بسیار مهم رسیده، چون اینجا یک کف معتبره که ما توی آموزش‌های رایگانمون حتما برید دوره 0 تا 100 فارکس ما رو ببینید، حتما اونجا یه آموزش هم اسمارت مانی رو ببینید، دوره اسمارت مانیمون 23 جلسه است، هم میتونید برید دوره 0 تا 100 بازار فارکس رو ببینید که 18 جلسه است، توی کانال تلگرام موجود داره. اگر پیدا نکردید همون توی اینستاگرام که اینجا آیدیش اون پایین زدیم به اون پیام بدید که واسمون ارسال بشه. ما اونجا آموزش دادیم چرا اینجا یک کف معتبر، اینجا بی او اس رخ داده، با توجه به استراتژیمون حالا میبینم که بازار اومده رسیده به این سقف معتبر من، میبینم اینجا فلت کی جونسن اتفاق افتاده، المان های استراتژی من ورود بهم دادن، اینجا هم یک المان دیگه برای ورود دارم، اینجا وارد میشم. تارگتمو کجا میذارم؟ تارگتمو همینجا میذارم، چون مطمئنم با توجه به اینکه دیدگاه نزولی دارم به چارت، با توجه به استراتژی که دارم و این المانی که امروز یاد گرفتیم که اینجا فلت کی جونسن رو دارم، حتما بازار تا اینجا برمیگرده. پس من اینجا ورود میزنم، چه با استراتژی خودم چه با این تاییدیه‌ای که از کی جونسن گرفتم، و کجا خروج میزنم؟ دقیقاً جایی که فلت شده. خیلی استراتژی خوبی هم برای ورود و هم برای استاپ لاس گذاشتن. خیلی برای استاپ لاس گذاشتن به درد میخوره این استراتژی. امیدوارم که مفید واقع شده باشه این ویدیو. ما سعی داریم که استراتژی کوتاه اینجوری که واقعا مفید باشه، نه هر چیزی که الان پر شده تو یوتیوب اینسا هر کسی میاد حالا یه به قول ما از ننه باباش خرید کرده اومده یه پیج اینستاگرام زده و داره تدریس میکنه و پکیج میفروشه. سعی میکنیم که تجربیات این یک دهمونو در قالب ویدیوهای کوتاه در اختیارتون بذاریم. اگه تازه میخوای وارد بازار فارکس بشی حتما دوره 0 تا 100 بازارمون رو برو ببین. اگه توی بازار هستی میخوای یه سبک تحلیلی خاص رو ببینی، برو دوره اسمارت مانی ما رو ببین که باور کنید همون دوره ما رو الان دارن جای دیگه آموزش میدن، $2,000 هم دارن میفروشن، ولی چون خدا رو شکر ما از خود بازار داریم پول در میاریم نیازی به فروختن پکیج نداریم. هر روز استوری های ساعت 4 تا 5 ما رو توی پیج اینستاگراممون نگاه کنید. اونجا سطوح مهم شاخص داو جونز و نزدک رو میذاریم که میتونید باهاش معامله کنید. اگه خواستید عضو کانال سیگنال کریپتو یا فارکس هم بشید بهمون پیام بدید. امیدوارم هر جا که هستید حالا دلتون خوب باشه و پرسود باشید. خدا نگهدار.